تا به حال افتادن شاتوت را دیده‌ای که چگونه سفره‌اش را با پاکس قسمت می‌کند. هیچ چیز مثل افتادن در باور نیست. من کارگرهای زیادی دیدم از ساختمان که می‌افتادن شاتوت می‌شدند. سلام. از اونجایی که قرار بر توضیح و معرفی خودمونه باید بگم که ما 3 نفریم: رز، جلال، نوید. ما این ایده رو گسترش دادیم که پادکست داستانی سریالی بسازیم که هر فصل برای یکی از ما هست. در باب معرفی بیشتر خودمون، ماجرا اینه که ما یه گروه شدیم و فعلا رسیدیم به اینجا. از داستان آدمای سر هر میز یک کافه شروع کردیم تا رسیدیم به قصه 4 تا دوست دانشجو. بعد یهو وارد دنیایی شدیم که توش سوسیسا راه میرفتن و همینطور قصه زنی که توی جنگ جهانی سینه‌هاشو بریده بودن. اینجا نقطه اوج ناامیدی جلال و برعکس پر از ایده و هیجان نوید و موافقت‌ها و نظرات رز بود. تا اینکه قرار شد تا یک شنبه ایده نهایی و خاممون رو بفرستیم. ضرب العجل فرستادن کار باعث شد تا 4 شنبه هر 3 تا اپیزود اولیه‌مون رو آماده کنیم که نتیجهش این شد که سفر در زمان کردیم و روی ماه داریوش شاه رو دیدیم. بعد وارد روزمرگی‌های عجیب یک دختر شدیم و پایانش با حضور 3 مرد توی یک خونه و پرواز کلاغا همونجا رقم خورد. اما یه توضیح کلی و بدون ابهام لازمه تا شما بهتر متوجه بشید. هر کدوم از ما داستان جداگونه خودمونو داریم و شما میتونید با هر کدوم که بیشتر حال کردید پیش برید. یکی از داستانا برای رزه که از آدمای قصهش گرفته تا حرف زدنشون و هر ماجرایی که براشون اتفاق میفته مال زمانیه که در حال حاضر موجود نداریمش. یکی دیگه از داستانا برای جلاله که مربوط به یک شخصیتی که همه جا هست و همه اتفاقات روزمره‌اش رو خودش میسازه. و قصه بعدی هم برای نویده که دنیایی رو وارد دنیای واقعی کرده که خیلی همراهش میشن و در زندگی عادیشون هم توی این شکل دنیاها زندگی میکنن. ولی باید اینم بگم که تمام صدا فقط مال ما نیست و دوستامون در این باره بسیار کمکمون کردن که خیلی ازشون متشکریم. و اما درباره اسم و چرا کلمه پاز، به این دلیل که زرد، قرمز، صورتی، نرم، پل، نف، نسخ، زباله، مستراح، هیولا، جدا، بد، کافئین خانه، کافئین، رادیو، پاز. خلاصه که لطفاً پاز رو پاز نکن. و مرسی که قرار ما رو گوش کنید. و موسیقی که شنیدید ساخته پیمان کریمی هستن. کات.